انتخابات تنها سیاست نیست، برای شما لبخند و لحظه های شاد هم می آورد. طنز، فکاهی، اشتباه لفظی و برخی حرف های شاید ناخودآگاه گشایشگر روند انتخابات ریاست جمهوری شده است. جنرال دوستم اینجا نام همپیمان دستی انتخاباتیش را نمی داند. اسمت کردای اشمت خو اسمت اشمت کلش یک چیده کرده است. آنچه که برای عبدالله کارزار انتخابات ریاست جمهوری را جالب تر ساخته، نامنویسی گلبدین حکمتیار به عنوان نامزد بوده است. یک چیزی که واقعا جالب توجه بود بیشتر و از او استقبال میکنیم، شرکت یکی از چهره هایی که 5 سال قبل در سنگر جنگ میکرد با مردم افغانستان، امروز دیروز مدیدم صحنه را که امضا کردن. اما براسی آقای حکمتیار، در دست انتخاباتی شما چرا هیچ چهره از قوم هزاره دیده نمی شود؟ من از قوم هزاره در تیم خود نمایندگی می کنم. اینجا چه خبر؟ تکت انتخاباتی حنیف اتمر. معاون نخست شما آقای اتمر را با حامد کرزی به اشتباه گرفته است. دوام صحبت های جناب کرزی سے باور ما است که محمد محقق هم فارغ از جو لبخندساز نیست. با یک فکاهی و خنده های قهقه به انتخابات ریاست جمهوری می رود. یکیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. طرف مولای دیگه سعی کرد گفت والقمر اذا تلاها. این عام چپنکی دید که ما خب میمونم، گفت برو از نم از پشت از مهاها. از همه که بگذریم، حکیم تورسن است که نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی گل کرده است. در آریانا نیوز ازش پرسیدن که اگر پیروز شوی برای اشرف غنی و عبدالله چی جایگاه را مناسب می‌بینی؟ هر دویشان، نه آقای عبدالله و آقای غنی رو ولی اینا رو شاگردای چاینکی پزم بگیرم. در شبکه‌های اجتماعی هم بازار شکل دهی دسته‌های انتخاباتی خیلی گرم است. از دسته انتخاباتی آقا سعید تیمنی تا ملالنده یک مانده من که دسته انتخاباتیم را بسازم.